سید مهدی هاشمی فرزند مرحوم سید محمد، مصاحبه خودم رو به شرح زیر آغاز میکنم. انگیزه من از این مصاحبه که به پیشنهاد و رضایت خودم انجام میگیره، اولا روشن کردن اذهان نسبت به عملکردهای خلاف خودم و همفکرانم و ثانیاً پرده برداشتن از یک سیر تصاعدی لغزش‌ها، اشتباهات، انحرافاتی است که متاسفانه از قبل از انقلاب در وجود من بوده تا لحظه بازداشت و به خاطر همون تسلط هوای نفس و تسهیلات شیطانی و نپرداختن به تهذیب نفس، دوری از خط امام، این اشتباهات در من رشد کرد و در این لحظه اعتراف میکنم که خودم رو مصداق بارز اون جمله حضرت امام که در جواب جناب آقای رشدی فرمودن یافتم. امام فرمودن منحرف و توطئه‌گر. قبل از بازداشت طبعا به خاطر اون جو عملزدگی و غرق شدن در اون جو من فرصت مطالعه و تفکر پیدا نمی کردم و نمیتونستم در خودم، اعمالم و رفتارم بازنگری بکنم. شاید اگر فرصت پیدا می کردم اصلاح می شدم. اما امروز در این لحظات تنبؤ‌خیز زندان و بازداشت من در خودم مطالعه کردم و در اثر بازنگری و تعمق و مطالعه در خودم به مجموعه وسیعی از این اشتباهات پی بردم، واقف شدم. و متاسفانه این اشتباهات نه فقط در من بوده، بلکه همفکران و همکاران من هم به این ورطه خطرناک کشیده شدند. در حقیقت من اینها رو به این ورطه خطرناک کشیدم. خوشبختانه در این لحظات خوب زندان و لحظات تنبؤ‌خیز بازداشت یک فرصت طلایی و ارزنده‌ای است که خداوند نصیب ما کرده و من بسیار خوشحالم. در این لحظات من به نفسم بازنگری کردم و برای اصلاح نفسم که یکی از وظایف بسیار مهم اسلامیه، اشتباهات و انحرافاتم رو ریشه‌یابی کردم که همکنون با یک ارزیابی و تحلیل ریشه‌ای من این اشتباهات و انحرافاتم رو بازگو می‌کنم. دو اینکه درسی باشه برای دیگران، عبرتی باشه برای سایرین. و قبل از اینکه مصاحبه رو آغاز بکنم از محضر مبارک حضرت امام امت مد ظله العالی و فقیه عالی قدر و مسئولین محترم کشور و امت حزب الله درخواست جدی عفو، اغماض و گذشته